سلطان قلبم. اونایی که اومدن بر نگردید، نذارید تهدیدشون روتون تاثیر بذاره. ارتشمون تا قیامت سر پا میمونه. حالا ببینم چی کار میکنی. میدون من خون شما همه شورم. دو تا لشکر رو در روی هم قرار گرفتن، مثل دریایی بودن که طوفانی شده. میونه اینها هزاران شمشیر. در این بین انگار یه شیر وجود داشت. از شرق تا غرب روی قلمروی اون فرا گرفته بود. ماه وزیرش بود و آسمان تختش. تو هر دو تا اردوگاه طبل کینه به صدا در اومد. آلمان شهر توی میدون جنگ مثل دیوونه ها بودن. اونها همیشه دیوونه بودن. نه از آتش، نه از آب، از هیچی نمی ترسیدن. تو میدون جنگ ترس از دست دادن جون طوری بود که آدم‌ها قیامت رو به وضوح می‌دیدن. همه اونایی که حرف می‌زدن سکوت کرده بودن. تو جنگ از مرگ نمی‌ترسیدن. آدم‌های بد از خجالتشون می‌ترسیدن. اونجا با شمشیر و تیر حرف می‌زدن. جنگجوها با سرشون بازی می‌کردن. وقتی دو تا ارتش به جون هم افتادن، جنگجوها به همدیگه حمله کردن. انگار دو تا کوه تو اون صحرا روی هم خراب شدن. بعضی شمشیرها مثل آب خوردن وارد زره می شدن. گاهی تیر مثل خواب وارد چشم می شد. گاهی نیزه مثل عشق وارد سینه ها می شد. و گاهی تبر مثل عقل تو مغز وارد می شد. انگار شمشیر به حرف می اومد و می پرسید خداوند جان رو کجای بدن قرار داده؟ عقب نشینی کنید! عقب نشینی کنید! برای یک طرف روز بد و تحقیرآمیزی بود و یک طرف با لطف خدا پیروز شد. وقتی تو دنیا راحت میشه زندگی کرد، پس دلیل این همه دشمنی و نیرنگ چی میتونه باشه؟ همه جا ساکت راست میگی، شاید رفتن. ما پیروز شدیم. هورا هورا، ما پیروز شدیم. همشونو شکست دادیم، ازمون ترسیدن و فرار کردن. آخ جون، نجات پیدا کردیم. خدا رو شکر. سرورم، دستورات شما رو مو به مو اجرا کردیم. اول حرفی که زدین رو بهشون گفتیم. وقتی بی حیایی کردن و حمله کردن به اذن خدا، تک تکشون رو شکست دادیم. خیلی خوبه. تو جنگجوی نامیک پاشو هم حرفی نمیشه زد سرورم. زیر سایه اون همه اون حرومزاده ها دنبال راه فرار میگردن. استغفرالله. منم سهم کوچیکی توی پیروزی شما داشتم. هر کاری میکنیم برای بقای دولت. هر دوتون روی چشم من جا دارین، ولی نباید قره بشیم و احتیاط رو رها کنیم. نگهبانا به محافظت از قصر ادامه میدن.
موسا، تو و نیروهات باید بقیه خائن‌ها رو از بین ببرید. اطاعت میشه سرورم. شما هم یه مدت از قصر بیرون نمیرید. خانواده‌هاتون هم به جای امن انتقال پیدا کردن. خیالتون راحت باشه. سرورم، همسر من تو بستر بیماریه، زبونش بسته است، نمیتونه حرف بزنه. تو امنیت هم باشه، من نگرانش میشم. اگه اجازه میدین برم ببینمش. باشه آقا خالد، باشه. میتونی بری. ممنونم. زنده باشی. تو اصلا میدونی من کیم؟ اختلالگری، برو کنار. ولم کن. تو قصر موفق نشدم. الانم دارن غارت میکنن. ینیچری الان مثل ماره بدون سر زفیر. استقامت و پایداریش معلوم نیست. داد و بیداد میکنن، همه چیزو نابود میکنن و بعد خاموش میشن. حالا که موضوع به اینجا رسیده، نباید فرصت رو از دست بدیم. شما به من بگین چه فکری داری؟ میرم با اسما سلطان صحبت میکنم. خیلی وقت هم دیگر رو ندیدم. حتما دلش برام تنگ شد. سرورم، ینیچری به شهر حمله کردن. هر جایی که میبینن و غارت میکنن. از لشکر دوم 1500 نفر رو به شهر بفرستیم تا اسیانگرا رو نکاشتنم برنگردن. سرورم، پس قصر چی؟ اجازه بدم به مردم ظلم کنن؟ دستورم قطعیه، فوراً اجراش کنید. اطاعت میشه سرورم. اومدن. آقا خالد، معلومه تو کجایی؟ نپرسین سلطان. پادشاه از دیشب خروج از قصر رو ممنوع کرده. صبح همسرم رو بهونه کردم و تونستم بیام. تعریف کن چی شد؟ سلطان، کارا اونجوری که انتظارشو داشتیم پیش نمیره. نمیدونم پادشاه از کجا فهمیده بود که بعضی از اربابا میخوان شورش کنه. اربابا رو تو میدون دار زده. ینیچریایی که اومدن تو میدون گوشت اون منظره رو دیدن، خیلی هاشون ترسیدن و فرار کردن. یه تعدادیشون هم عصبانی شدن و به قصر حمله کردن. ولی سلطانم، من اونجا بودم، لشکر همه اونا رو نابود کردن، همشون مردن. چطور فهمید؟ ول کن والدم. چطور ممکنه؟ همه جاسوسا رو میشناسیم، همشون رو خریدیم. چطور فهمید؟ سلطانم، ینیچری ها همه جا حرف میزنن. شاید یکی از آدمای پادشاه شنیده. مگه ما با شایدا کارمون رو پیش میبریم آقا خالد؟ حق با شماست. برای یه دفعه بعد حتما احتیاط میکنیم. دفعه بعد؟ حالا که اینقدر نزدیک شدیم نمیتونیم منصرف بشیم، باید یه راهی باشه. سلطان، بعدا ریحان. سلطانم، سفیر دیمیتری اومده، اصرار داره شما رو ببینه. بابا شیر پسرم، پیروز شدیم مگه نه؟ پیروز شدیم پسرم. خب پس من نبودم از همسرا محافظت میکردیم. بله سرورم، وقتی ما داشتیم نگهبانی میدادیم آلا برامون قصه خوند و ما گوش کردیم. بله سرورم، نتونستیم درس کار کنیم ولی کتاب ممنون خوندیم. معلم. برای کاری که کردی ازت خیلی ممنونم. وظیفه سرورم. پشت کار و ارادت فراتر از وظایفته. پایدار باشی. لطف داری. با اجازهتون من تنهاتون میذارم. من چی کار کردم؟ چطور اونو اونجا گذاشتم؟
سلطان، مزاحمتون شدم میدونم، ولی دلم راضی نشد که شما رو تو این وضعیت تنها بذارم. چه وضعیتی سفیر؟ میتونیم بگیم وضعیت پرمشقت. اشتباه برداشت نکنیم. جسارت پایین کشیدن پادشاه از تختشون قابل تقدیره، ولی بازم مثل همیشه یک کمبودایی وجود داره. چی میخواین بگین دیمیتری؟ وقت پرچونگی ندارم. اون همه ینیچری بدون هدف به این ور و اون ور حمله میکنن. یکم عصبانیتشون زیادیه. خسته میشن، پراکنده میشن، ولی مجبور نیستن که اینجوری خودشونو سرآشفته کنن. وضعیت میتونه تغییر بکنه و بهبود پیدا. واقعا؟ خب چطوری؟ الان مثلا فکر کنید یه آتش سوزی بشه. تولنبچیا و ینیچری ها هم خاموش نمی کنن. هرچی باشه ارباباشون تازه اعدام شدن. اگه اون آتیش کل استانبول رو بگیره، عاقبت پادشاه چی میشه؟ هیچ میدونید سلطانم. آنا تو چت شده باز؟ اخما تو هم؟ نه خوبم، چیزیم نیست. باش، حتما من بعد متوجه شدم. تو صبح کجا رفتی؟ من خیلی زود اومدم ولی تو اتاق نبودی. کجا بودی؟ رفته بودم حیاط یکم هوا بخورم. اون وقت صبح؟ آره اون وقت صبح، برای اینکه یه خواب بد دیدم. ببینم تو چرا اینقدر سوال میپرسی از من؟ هیچی، نگرانت شدم. کلاسم دیر شد. بعداً حرف میزنیم. خوش اومدی حبیب آقا. ممنون ولی خیر آقا خلیل. این دفعه چی میخوای؟ چیزی نمیخوام. اومدم کمک حبیب آقا. شورش به حق ینیچری رو دنبال میکنم، ولی این اتفاقات کوچیک نباید شما رو منصرف کنه، بلکه برعکس باید کینتون رو نسبت به اونا بیشتر کنه. حق با تو آقا خلید. ما هم مثل تو فکر میکنیم، بین خودمون مذاکره میکنیم که چی کار باید بکنیم، ولی هر کس یه چیزی میگه آقا خلید. کاری که باید بکنین ساده است. به جای اینکه مثل راهزنا به مردم حمله کنید و اونا رو دشمن خودتون بکنید، یا آتش سوزی را بندازید. آره آتیش. چهارگوشه استانبول یه آتیشی بسوزونید که نه تولنبچی نه ینیچری خاموشش نکنه و کل شهر اسیر یه قیامت بشه. راست میگی، ولی آخرین کسی که به حرف تو گوش کرد چند روز آویزون بود تو میدون سلطنت. چرا باید به تو اعتماد کنم؟ حتی با اینکه نه ترس بود ولی بیعقل بود. به یه قدم جلوترش فکر نمی‌کرد. اما تو فرق میکنی. تو یه جور دیگه ای. تو هم شجاعت داری هم عقل. اگه دوست داری تو ینیچری به مقامی که لیاقتشو دارید برسی، این طلاها رو بر میداری یا شروع به کار میکنی. فرض کنید که کاری که گفتی رو کردم. همه جا رو به آتیش کشیدم. پادشاه هم سرخم کرد. بعدش برای خاموش کردن آتیش چی باید ازش بخوام؟ این بلاهایی که خوشتون نمیاد و کی سرتون آورده؟ یه کمی فکر کنین. من بهتون میگم یامیک پاشا، مگه اصلاحات با ورود اون شروع نشد؟ ها؟ مثلا یه اسلحه خونه رو فکرشو بکن. اومدن مهندسا و اینجور کسا. حبیب آقا ببین، این جمع کردن اسامی هم زیر سر اون. پس که این نظر من اینه که از پادشاه معلومه چی باید بگیری. سر نامیک پاشا. یه حس بدی دارم موسی. به نظرم میاد که این مسئله اینجوری تموم نمیشه. نظرت چیه؟ ما زیاد از این چیزا دیدیم.
اول همه جا رو به هم میریزن، بعد دست از پا دراستر میرن خونه هاشون. انشالله همونطوره که تو میگی. قصرم اینجوری بدون نگهبان میذاریم. هیچ دلم راضی نیست. خدا عاقبتمون به خیر کنه. آمین. خب شیر مردا، پیروزیمون مبارک باشه. بریم. یعنی چرا کم کم داره متلاشی میشه آقایون؟ هرچی بگی من فایده نداره. این شورش موفقیت آمیز نبود. راستش من یه فکری دارم. کنترل همه جای استانبول دست ما نیست هست؟ میگم به نظرتون اگه آتیش سوزی بشه تلمبچیا و ینیچری ها هم خاموشش نکنن، وقتی پایتخت داره میسوزه، پادشاه به جز سرخم کردن به ینیچری چاره دیگه ای داره؟ اون پادشاه میفهمه یه منماس چقدر کرده. اگه موفق بشی مثلمون تو 7 دولت سر زبون ها میفته، اون وقت بقیه ینیچری هم به ما ملحق میشن. پس همه آماده باشن یا آتیشی بسوزونیم که شبو به روز تبدیل کنیم. لطفا این کارو نکنید، ازتون خواهش میکنم. اینجا منبع نوردن و بردن منه. چی کار داریم میکنید؟ الان کنید. کمک کنید. همه چی داره تو آتیش میسوزه. لطفا کمک کنید. زود باشه. آشوب و شلوغی. چقدر شلوغی رو دوست دارم. چرا شلوغی آدم ها رو ناراحت نمی کنه؟ شما دیوونه شدین؟ فقط چرا با مردم ظلم میکنین آخه؟ انتقام اربابامونو میخوام. اگه کسی میخواد جلومونو بگیره بیاد جلو. به منظره نگاه کن. معلومه که آقا خلید تونسته ینیچری رو راضی کنه. با این آتیش محمود جلوی ینیچری سرخم میکنه. برادرم اصلا نتونستی بشناسی والدم. محمود تا لحظه آخر سرخم نمیکنه. این لجبازی هم اونو نابود میکنه. مردم الان سعی میکنن خونه هایی که میسوزن رو نجات بدن، اما وقتی همه چیز خاکستر بشه و چیزی برای نجات نمونه، اون وقت به قصر حمله میکنن. سرورم، موضوع مهمی است، باید ببینین. کار ینیچریه مگه نه؟ بله سرورم. آتش نشانه ما کجان؟ چرا آتیش خاموش نمی‌کنن؟ خاموش نمی‌کنن سرورم. هر کسی هم میخواد با امکانات خودش خاموش کنه نمیذاره. تنها لشکری که توی قصر موندنم بفرستین همراه مردم آتیش خاموش کنن و افرادی که مانع میشن به هیچ وجه رحم نکنید، تک تکشون رو بکشید. اطاعت سرورم. خدایین فرار کنین. خدای من خدایی دار آتیش سوزی شده. فرار کنین. خدایین خدای من
آتیش سوزی نگاه کن آتیش چرا؟ بچه ها اونجا بچه ها اوسا آب بیار چی کار کنیم؟ اون چیزی که من شنیدم تو هم شنیدی پاشا برو اونجا کمک همه تون آب بیارید بیاین کمک کنید موسا بکسا آب بدین آب موسا آب بیارین بچه کجایی؟ کمک طاقت بیار بچه اومدم کمکم کن میبرم از بیرون موسا حالت خوبه؟ این بچه کسا کار یه نداره؟ مادر بزرگ پیر داره اونم تو آتیش مونده. آقا خودت رو به آتیش برسون آتیش داره به خونه های دیگه سرایت میکنه موسا بیاین شما چی کار دارین میکنین؟ من ندیمه نیستم، نمیتونین تو کار من دخالت کنین. دستور اینه خاتون تو نمیتونی برید کنار. حتما باید برم، بابام تنهاست. اینجا چه خبره؟ جبری کالفاول، لطفا کمکم کنید، فوراً باید برم خونه. تو این شلوغی نمیتونم بذارم کسی تو رو خدا لطفا اجازه بده، آتیش سوزی شده، پای بابام آسیب دیده، تنهایی چی کار میتونه بکنه؟ قربونت برم اجازه بده من برم، التماست میکنم. اجازه بدین که بره. ممنونم، خیلی ممنونم. آنا مواظب خودت باش. باشه، زود برمیگردم. باد هم به ضرر ما داره میبازه سرورم رفته جلوی آتیش رو گرفتن داره صرف میشه چاره ای نداریم هرچه زودتر چند نفر رو بفرستیم پیش این نوازی ها بپرسیم واسه خاموش کردن آتیش چی میخوان. برو چشم سرورم زود باش شاهزاده وقت خوابه دیگه خیلی دیر شده ولی من اصلا خوابم نمیاد تو چشماتو ببند خوابم میاد سراغت من آنا رو میخوام که برام قصه بخونه ماما این چه حرفیه شاهزاده من که پیشتم معلمو میخوای چی کار زود باش بخواب باشه معلم از من میخواد دیگه دارم دیوونه میشم آروم باشین سلطانم شاهزاده به خودم آنا نمیتونه بیاد که چرا؟ واسه اینکه رفت خونه‌شون تا دید هواپسه رفت نزدیک خونه‌شون آتش سوزی شده رفته باباشو بره به درک امیدوارم بره دیگه بر نگرده شده خدای من اتفاقی افتاده
کارکنان آشپزخونه نگران خانواده هاشونن. میخوان برن خانواده هاشونو ببینن. لطفاً اجازه بدین، بذارین برن. ازتون خواهش میکنم که اجازه بدین. البته که ندیمه، نیاز به پرسیدن به نیست. روی چشم سرورم. بابای آنا هم توی گالاتاست. مریضم بود. باید یه کاری براش بکنیم. آنا رو صدا کنین میاد. سرورم، آنا تو قصر نیست. یعنی چی ندیمه؟ یعنی چی تو قصر نیست؟ رفته پیش پدرش. تو گالاتا آتیش سوزی شده. خیلی نگران بود. منم اجازه دادم بره. تنهایی رفت؟ چطور اجازه دادی تو این وضعیت بره؟ تو کوچه ها پر از راهزنه، آتیش سوزی هم هست. چطور اجازه دادی بره؟ حق با شما سرورم، ولی اون لحظه مجبور شدم مسئولیتشو قبول کنم. خیلی سرتون شلوغ بود، چون جون پدرش در خطر بود اجازه دادم. ظاهیر، برو خونه بابای آنا، بهشون سر بزن تا معلم و صحیح و سالم نیوردی نگی. اطاعت سرورم. بابا جون کجایی؟ آنوشکا، من اینجا هستم. من اینجام. بابا جون بلند شو. خوبم عجله کن. این چند افتادم زمین. متشکرم. این کارتون نه با دین نه عرف مطابقت داره آقایون. استانبول داره تو آتیش میسوزه. تا دیر نشده دست از این کار بردارید. معلومه که پادشاه جلوی چشمش پرده افتاده. درست و غلطو نمیتونه تشخیص بده. ما هم گفتیم یکم اطراف رو روشن کنیم، خیر و شر معلوم بشه. رک و پوسکنده بگین چی میخوای؟ به من بگین. اینطوری خواستم اون مشخص و واضحه. آنوشکا مواظب باش. آنوشکا آقا ظاهیر. آنا، از اینجا میارمتون بیرون. فوراً بریم بیرون. من آتیش خونه رو خاموش میکنم. زود باشید. باید خارج شید. بابا جون حالتون چطوره؟ همین الان دکتر خبر میکنه. این جهنم درست نیست دکترها رو مشغول کنیم دختر. آره همینجور. خوبی؟ ممنونم. باشه، من آتیش خونه رو خاموش کردم، ولی نمیدونم این آتیش دوباره خونه رو بگیره باید یا به نه. مردم کمک کنیم. زود باش آقا ظاهیر، زود نمیشه باش. خاتون. تو رو میبرم قصر. به پادشاه قول دادم. من تا کمک نکنم نمیرم. تو میخوای بری بدون من برو. خدایا خودت کمکمون کن. آب بیاری. بگو ببینم آقا خیرتی، این ملعونا چی میخوان واسه خاموش کردن آتیش؟ چل بره. یعنی چری میگن که حرفا کش نده. بگو آقا خیرتی چی از هم میخوان؟ نامیک پاشا. اونا سر نامیک پاشا رو میخوان قربان.